محصلین دکتر صاحبای محترم از افغانستان سلام. قرار درخواست شما ما خواستیم در مورد اولتراساوند یک اندازه کیس های دیگه را هم برای شما پرتم و بالای هر کیس تبصره داشته باشیم تا اینکه نقاط کلینیکی نقاط تکنیکی را در اولتراساوند برای شما بیان کنم تا بتانین شما بهتر مریضایتان ببینین و کسایی که به خصوص از اطراف به ما تماس میگیرن و نوشته میکنن که در مورد اولتراساوند بطن، اولتراساوند گینکولوژی یا جینکولوژی و obstetric برایشان تهیه کنم ان قریب در آینده براتان ویدیوهایی را در این مورد با مطالب کلیدی تهیه میکنم که شما بتانین از او در معاینات روزمره‌تان با مریضایتان ازش استفاده کنین. در این کیس در حقیقت اولتراساوند قسمت لور ابدومن است با فوکس یا با ای که توجه میکنیم به قسمت رایت و لور کوادرانت، جایی که مریض ما درد دارد در مدت 25 ساعت. مریض یک طفل 8 ساله هست، با این درد مراجعه میکنه پیش دکتر که میفرستش برای اولتراساوند. در اولتراساوند وقتی که ما میبینیم زمانی اولتراساوند از این مریض شما ببینید در قسمت پایانی در خط متوسط به شکل ارزانی ما مثانه را میبینیم. منظور ما از نشان دادن یک عکس فقط نشان دادن مثانه نبوده، بلکه میخوایم سر هر عکس تبصره کنم. از نظر تکنیکی باید سرش گپ بزنیم. شما وقتی که تصویری را میبینین، تصویری که از اولتراساوند گرفته شده، در اینجا چی معلومات را شما میتونین پیدا کنین؟ شما میبینید این تصویر ما به شکل بلک اند وایت است، شکل ترانسورسال گرفته شده. در قسمت راست تصویر این خط را که میبینیم عمق انساج نشان میده 0 سانتی متر و هر فاصله بین از 1 سانتی متر است که در حقیقت ما تا 10 سانتی متر را میتونیم ببینیم. چون مریض ما طفل است، به این معنا برای ما بهتر معلوم میشه که در عمق 10 سانتی متری حتی ما میتونیم در قسمت خلف مثانه را ببینیم که عبارت از رکتوم است و یک مقطع ارزانی. نقطه ای که اینجا مهم است این تیرک سرخ در این بغل، این عبارت از فوکال پوینت ماست. دکتر صاحبایی که اگر از موبایل استفاده میکنن و این ویدیو را میبینن، کوشش کنین تا لایت یا همو اندازه روشنی صفحه خود بلند ببرین تا اینکه تصاویر به شکل درست براتون معلوم شود. در غیر از او فرقش بسیار کم میتونین بکنین. اینجا یک معلومات دیگه هست که 26 fps یا 26 فریم پر سکند در گریسکیل ایمیج ما یا در بی مود ما هست. اینجا دیده میشه. خب منظره ارزانی مثانه که پر از آب است و خیال سفید رنگ در قسمت آب همیشه وقتی که ما جایی که منظره سیستیک میبینیم یا سیاه میبینیم، اگر خیال عقبی ازی سفید بود نشان دهنده مایی بودن داخل همی سیست حکایه میکنه. کمک بالاتر میبینیم این قسمت به اصطلاح ترانسدوسر خود پایان میریم. این یک کمک لور است. دیگه رکتوم بسیار به خوبی میبینیم. قسمت آخری مثانه را میتونیم ببینیم. اما دیگه ساحات دیگه به خاطر ازی که انساج ایجا زخیمتر میشه، نمیتونه درست پنتریت کنه، تصویر درست نمیته و گپ نقطه عمده که دیگه که باید نظر بگیریم، پیشی مریض ما از ترانسدیوسر کاربینیلن استفاده کرده که کاربینیلن بین 3 تا 6 هرتز مگا هرتز است فرکانسیش و ای فقط با ای لو فرکانسی تا یه اندازه ما میتونیم تا اندازه 10 سانتی پایان بریم و ببینیم با این فریم ریت خود. ترانسدیوسر خود وقتی ما دور میتیم به شکل ارزانی، یعنی به شکل قرار بگیره تا ما بتونیم مثانه را از قسمت بالای مثانه متوجه باشین. این نقطه دیگه که در تصویر هستی در حقیقت نشان دهنده مو دات یا مو طرفی هست که باید همیشه یا به طرف سر یا به طرف راست مریض قرار بگیره که بر ما نشان بده پوزیشن مریض. در اینجا سر مریض، قسمت پای مریض یا مثانه قسمت سفلیش، قسمت علویش و قسمت داخلی مثانه، قسمت سطحی روی با جلد اینجا یا نزدیک به شکم دیده میشه. در خلف مثانه ما یک خیال را میبینیم، اما درست تا فعلا دیده نمیشه که آیا این روده هست و یا ای که امکان است که در اینجا التهاب موجود باشه. به خاطر از اینکه ساحه مشکوک ما رایت لور کوادرانت است، باید
به صورت دقیق در اوجاره ما ساحه رایت یا طرف راست ما ببینیم. ساحه‌ای که مورد شک ما قرار داشت ایره میتونیم توسط داپلر ببینیم که آیا هایپریمیک است، آیا خون در اینجا زیادتر موجود است. اگر باشه نشان دهنده یک التهاب است. طرف مقابلش همچنان میتونیم ببینیم این به طرف لانجیتودینال طرف چپ رفته و اینجا میبینیم که همیتو ساحه التهابی در خلف مثانه یا در قسمت عقبی مثانه قرار نداره. کمی میایم پس دوباره به طرف راست. در طرف راست وقتی میبینیم جدار مثانه و همین ساختمان که در خلفش قرار داشت این نهایتا منتهی میشه به یک شکل سیست مانند، همون مملو از آب نیست. متوجه باشین که مثانه اگر آب ببینین اگر آب است خیال سفید رنگ در عقبش هست، اما در اینجا به اندازه مثانه خیال سفید نداریم. در خلف زو یک ساختمان توبولر ماننده هست که هیره هم باید ببینیم چون ما مشکوک به اپندیسیت هستیم نزد این مریض. خیلی مهم است تا نقطه فوکال پوینت خود ما تغییر بدیم. اینجا اگر متوجه شوین ما پروب تغییر دادیم. پروب از پروب کوربلینر که بیشتر بود منحنی به پروب راست تغییر کرده و با این خاطر پروب راست وقتی که ما تغییر میتیم پروب و فرکانسیش پایان بالا نمیاریم. شما متوجه باشین 31 فریم پر سکند است تا 6 سانتی را میبینه. ساحه‌ای که در اینجا فوکال پوینت قرار گرفته این تصویر 3 سانتی هست، اما نقطه مورد نظر ما در حدود 5-6 سانتی باید باشه. به او خاطر ما باید پایان بیاریم فوکال پوینت خود و همچنان فرکانسی خود. وقتی که فرکانسی خود ما پایان میاریم پنتریشن ما زیادتر میشه و ساحات عمیق‌تر ما میتونیم ببینیم. وقتی که فرکانسی را پایان بریم در عین زمان فریم ریت ما پایان میفته. به این معنا به او اندازه رفرش ریتی که داریم مثل که سابق 31 بود حالا در 24 پایان افتاد، اما باز هم خوبیش در این است که ما تانستیم ساحه عمیق‌تر را ببینیم و ما تقریبا در سایه 3.5-4 سانتی ما همون ساحه که در خلف مثانه قرار داشت او را بهتر میبینیم که یک ساختمان است که به اصطلاح محدود شده و میتونیم اندازه گیری کنیم که او را که به حدود 2.5 تا 3 سانتی هست اندازهش هست. همچنان در خلف از ساختمان توبولر مانند را که ما باید ببینیم باید دیگه هم فریم ریت خود پایان بریم به این معنا فرکانسی خود پایان کنیم تا او را بهتر ببینیم. اینجا ما سر ساحه خلف اینمی در عقب مثانه قرار داشتم و آبسه باید بگویمش یا مشکوک با آبسه در خلف از ما ساختمان توبولر را میبینیم و این اندازه میکنیم که تقریبا در حدود 8 میلی قطرش است. این رو باید دیده شبکه‌های روده کوچک است یا ای که ای اپندیکس است. در هر صورت اگر ما بالای ساحه یک اندازه فشار بیاریم و ای از قطر خود خرد کنه نشان دهنده فشار زیاد درش نیست، اما در صورتی که نباشه قطرش تغییر نکنه باز هم یک نقطه مشکوک است. در هر حالت اگر جدار ازی زخیم شده باشه به ایمان از 2 میلی زیادتر زخیم باشه و هم مشکوک است. در اینجا ما از داپلر استفاده میکنیم. در داپلر ساحه را میبینیم که هایپریمیک است. در خصوص در قسمت بیس همی ساختمان توبولر ما مقدار زیاده از سیگنال های داپلر را میبینیم که نشان دهنده هایپریمی ساحوی است که التهاب نشان میده. تصویر دیگه از مقطع ارزانی است از ساحه که مشکوک به آبسه است و در این تصویر ما بسیار به خوبی میبینیم که اپندیکس قسمت ختمش پیدا کردیم چون یک بلایند به اصطلاح نقطه ختم اپندیکس است و این نشان میده که 100% این روده کوچک نی بلکه اپندیکس است. قطرش از 9 میلی و در قدام از یک آبسه تشکل کرده که یک اختلاط بسیار دیده میشه نزد کسایی که بعدا مراجعه میکنه خصوصا جوانا با یک لوی تب و لرزه و درد در تاریخچه خود کار میکنن. اونا اکثرا اختلاطی میشن و این اختلاط است که امی به اصطلاح باید در نظر گرفته شد. تصویر بهتره از اپندیکس التهابی با پری اپندیکولار ابسس و در اینجا مقطع ابشار به شکل ارزانی و فریم ریت ما 22 پایان افتاده. به این معنی که ما هم دیگه فرکانسی رو پایان کردیم میبینیم به شکل ارزانی خود مقطع ساختمان توبولر اپندیکس
با تقریبا 1 سانتیمتر قطرش و جدارش هم ضخیم است. در کدام از خود نقطه یا مساحه‌ای که در او ابسس تشکل کرده دیده میشه. همچنان میتونیم از ساحات بطن پایان یا لور ابدومن به خاطر موجودیت فری واتر یا فری فلوید میتونیم ببینیم که اگر در صورتی که اگر باشند نشان دهنده انتشاری شدن پریتونیت است، یک نقطه است که باید در راپور خود بگنجانیم. در غیر از او تداوی پری اپندیکولار ابسس در صورتی که مریض جوان باشه و مریضایی که بتانه تداوی با آنتیبیوتیک و همچنان دریناژ اینا تداوی میشن. در قدم اول بعداً دیده میشه که چقدر ابسه رشف شده. اکثرا این تداوی بتانه مؤثر واقع شود و نیاز به عملیات مستقیم نداشته باشه. اما در صورتی که پریتونیت منتشر باشه باید عملیات صورت بگیره. عملیات خودش کامپلیکیشن های دیگه داره، مانند التصاقات است، مانند تشکل ابسه های متعدد است که به تعقیب از او میتونه به وجود بیاید. اما در صورتی که تنها پری اپندیکولار ابسس باشه میتونیم از متد غیر جراحی فقط با گذاشتن درین با واسطه اولتراساوند ایره میتونیم تخلیه کنیم و مریض با آنتیبیوتیک تحت تداوی قرار بگیره. به خاطر دیدن لکچری که چه قسمه میتونیم ایره تخلیه کنیم، یک ابسه و یا ای که میراقات را در وجود تخلیه کنیم توسط اولتراساوند یا سی تی گایدد. ما یک ویدیو دیگه دارم که در این مورد ما تمام تصاویر از وسایلی که مورد نیاز است او هم درش گنجانیده شده. لطفاً میتونین او را هم ببینین در لکچر به نام عملیات های جراحی بدون شق در حالت حاد در کانال افغان لکچر. همچنان این ویدیو در صورتی که اگر به شما مفید واقع شد میتونین با دوستانتان شریک کنین. تشکر از شما. شب روزتان خوش.